بودجه این فعالان محیط زیست را کاهش بدید تا قدرتی برای دخالت در پروژه هایم نداشته باشندی. همه بودجه ها رو بفرستید حوزه علمیه خودم. یکی از کارهای کدخدا آقا کوهخواری و زمینخواری و جنگلخواری بود. آهای چه بر سر طبیعت فینیتو میآوری؟ فضولی موقوف، ما به دستور کدخدا در حال فعالیت‌های عمرانی میباشندیم. فعالیت‌های عمرانی چه میباشندی؟ دارید میزنید بابای فینیتو رو در میآوریدندی، فردا با یک باران سیل میبارندی. فعلا باید بابای تو را در آورد که در امور کدخدا دخالت میکنندی. زد و باران شدیدی بیامدندی و فینیتو به زیر آب برفتندی. اهالی فینیتو اینقدر بدحجابی کردید، اینقدر فریب دشمنان نظام را خوردید، اینقدر اغتشاش کردید که آخرش سیل باریدندی. حالا من آمدم تا مشکلاتتان را حل کنم. این سیل ها نتیجه سالها ظلم تو به این خاک و طبیعت بوده. رودخونه ها رو منحرف کردید، همه رو آواره و خونه خراب کردید. حامل همه این بدبختی کدخداست. اون موقع که داشتی پول آبادی رو برای بیگانه میفرستادی و امامزاده تقلبی درست میکردی و رودخانه ها رو منحرف میکردی، باید فکر اینجاشم میکردی. الان بپاس سیل مردم خونت رو روی سرت خراب نکنن.